شکلی رفتم پایین. بعد خانم زنگ زده میگه بیایی بریم عکاسی. گفتم الان بابتی. همین الان زنگ در رو زدن. خواهر امید ماهی درست کرده. منم عاشق ماهیم. این از استایل نهاییم. بریم برای عکاسی. خب ما رفتیم عکاسی. عکسای دوستم خیلی قشنگ شدن ولی عکسای من افتضاح شد. با موفقیت انجام نشد. الان اومدیم کافه. خیلی قشنگ شده اینجا. شماره بازا بخور 5 میدم. چرا؟ سرویس داری ضرور پیستاش بزن. البته که نمیخواستم معرفی تو دهنم هم نگاه میکنه. البته معرفی هم نمیخواستم ولی تابلو کجاست؟ ولی خب دیگه همین الان بسته رسید از روژا واسم. یه دونه فیس واش از برند لافاره من خیلی دوستش دارم. فیس واشش رو فقط درستش استفاده کرده بودم. این سری تونرش هم گرفتم چون که خیلی تعریفش رو شنیده بودم. ببین بی‌نظیر اسکراب داره توی فیس واشش. من که تخفیف خورده بود گفتم که بخرم. خیلی پیتزاهای خوشمزه‌ای داره. حالا ما هم اومدیم اینجا تست کنیم ببینیم پیتزاهاش چه جوریه و اینکه به سختی هم پیداش کردیم. کلا این هفته زیاد مودم خوب نبود. ریلکس کنم، زیاد دور گوشیم نباشم، با خانواده‌ام و دوستان باشم. بعضی وقتا خوبه که این استراحت رو به خودمون بدیم که حالا مثلا یکم از گوشی فاصله بگیریم هر چقدر هم که کار تیم باشه، ولی بالاخره آدم خسته میشه. یاد اون ویدیو افتادم. همین دیگه. به نظر که خوشمزه میاد. ببینیم. واقعا نمیدونم چرا ما انقدر مشکل داریم با اینکه بریم تو رستوران. ببین چقدر به نظر خوشمزه میاد. کلا من پیتزا ایتالیایی خیلی بیشتر آمریکایی دوست دارم. انقدر دلم میخواد بیام شهر بازی ولی که هیچکی پایین نیست. خب یادش بخیر کوچیک چقدر میومدیم اینجا. سلام بچه‌ها، به ویدیوی یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز چهارشنبه است و اینکه من کلا این دو سه روز گذشته رو ویدیو نگرفتم. اتفاق خاصی نیفتاد، جای خاصی هم نرفتم. بعد شارژ یه جوری که انگار داره یه خبر خاطری از یکی از دوستانش میاره که میگه من برای دیدن پاتیناش رفته بودم. چقدر خدایی آفتاب خوبه. داشتم ویدیومو اینجا بگیرم با این صدای زیبا که لوک میکاپمو ببینین، برم موهامو خوش کنم و اینکه برم به کارم برسم. خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مچ